الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، خداوند جل شأنه در قرآن می فرماید فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. خداوند متعال هر انسان را که آفرید برای او یک دروازه در آسمان می‌گشاید. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرمایند که هر عملی که انسان میکنه در این دنیا، الله جل شأنه بر همان دروازه این عملش پیش خودش میبره و ینزل منه رزقه، و الله جل شأنه را فضل کرمش ببینه که رزق ما و شما را از همون بالای آسمان پایان میفراره. خوشا به حال او انسانهایی که در این دنیا سخن خدا و پیامبر نور چشمان اونها هست. وای بر حال انسانی که سخن خدا و پیغمبر نادیده میگیرد و به خاطر این دنیای دو روزه، به خاطر این شهوانی های امروزه، یا به خاطر این آبروی این دنیای دو روزه سخن خدا و پیامبر یک طرف میگذاره. برای همین الله جل شأنه میفرماید فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. فرعون که سرسختترین دشمن خدا و پیامبر او موسی علیه السلام بود، هنگامی که از دنیا گذشت این آسمان و زمین گریه نکردند، بلکه به مردن انسانهای سرسخت بی تقوا، به مردن انسانهایی که خدا و پیامبر از اونها راضی نیست، این آسمان و زمین والله نمیگیرد. لیکن حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرمایند که از حضرت مجاهد پرسیدم که آیا این آسمان و زمین میگیرد؟ حضرت گفت چرا آسمان و زمین نگیرد، بلکه 40 روز برای مردن یک انسان نمازخوان و روزگیر میگیرد. چرا این آسمان و زمین نگیرد؟ لأنه یعمر الارض بالسجود والرکوع، زیرا که این زمین بر رکوع و سجودش آباد میکرد و تسبیح او و تهلیل او و ذکر او و گریه او به آسمان میبرامد. اما قوم فرعون که برای ملتش و برای دینش و برای خداش هیچ خدمتی نکرد، خدا میگوید فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. نه آسمان گریست و نه زمین گریست، نه مردم گریستند، بلکه به مردن این نمود انسانهایی که نه خدا و نه پیامبرش و نه ملتش و نه همدیهگانش خرسند نیستند، این آسمان و زمین خرسند می شود. بندگان خداوند، بالای هر یک بنده دو حق است. یکی حقوق خداوند جل شأنه از نماز و روزه و حج و زکات است. اگر از این مادر مهربان اگر یگان چی کم بودی باشه، اگر به خدای عزیز و غفور و رحیم می سپاریمش، زیرا پیش خدا رفته ایستاده است. انشاءالله که خدا غفور و رحیم به بنده هاش. در حدیث آمده است که انسانی که با ریش سفید پیش خدا می رود، الله جل شأنه عزا میکشه که همین نمود موی سفید یا همین نمود کمپیری سرسفید عذاب بکنه. اما از مال دنیا اگر یگان چی از یگان همسایش خرج کرده باشد، از یگان خیش تبارش این همسایگی هست، یا یگان کس رنج جانده باشد، انشاءالله که روزی عفو و روزی بخشش است. خداوند بخشنده ها را دوست می دارد. انشاءالله که نورثاش هستن. اگر یگان چیزم گرفته باشه انشاءالله که ادا میکنیم. دعا کنیم که الله جل شأنه سفر مادر سفری خیلی خوب و براحت گردانده باشه و از فتنه قبر، از او عذاب قبر، از او جقیدن قبر که بالای همه بنده هاش می آید، الله جل شأنه آسانش کنه و خداوند سفرش بی خطر گردونده باشه. صحبت پیغمبر اصحاب او را که آرزوی هر یک مسلمان است، خداوند نصیبش کرده باشه و از همه گناهاش درگذشته باشه. خداوند این جنازه را و این شفاعت ما و شما را
درباره این بندش قبول کرده باشه و خداوند با معامله نیک این بندش پیشواز گرفته باشه یا رب العالمین.